همداران عزیز، امروز 23 مارس سال 2025 قرار داریم در دهه چهارباغی ناحیه ورزاب در باغ من تاک بریده ایستادیم و با یک ترتیب در آورده ایستادیم. باغ رو مراجعت میکنم با یک دزدی نامحترم یا محترم گویم چی گویم. این دزد را همین هفته آخر شبانه باغ من در آمده، یک چند تاکی من رو دزدیده، یک چند دیگرش رو از زمین برآورده. دیده است که ریشهش ناز نیست، پرتو رفته است. من اینجا کوفته است و من ما این رو در زمین گراندیم و خواستیم که تاک کنیم. کدام یک دوست محترمی یا نامحترمی، تخمینا من وای دوست رو میدونم، تخمینا، لیکن از دستش نقبیدم. آمده هم خیلی شبیخون زده است، تاکا رو دزده برده است. از جهت قانونی باشد قپم سود میکنم، از جهت مسلمانیش من نمیدونم این چکر کندر کاری مردک رو، این دوست محترم رو. مراجعت به دوست محترم. دوست محترم، میبینید که همینجا من سحر تا بیگانه کار میکنم. در این رمضان زبانمون از حلقمون بیرون میبراید، لیکن شما دوست محترم آمده دزدی میکنید. احترامونه خواهش میکنم دوست محترم نکنید همین کارتون رو، چون که این بگمانم در این زمان و در اون زمان جوابگری دارد. دوست محترم، خیلی محترم ابونچه ها با این دوست محترم چی گفتنی دارید؟ یک گپ زنید این دوست محترم میخوند، البته گفتگی شما رو وقتش یک خلاصه باره رو میکند. در پناه خدا باشید. ما از پسی کارمون شدیم که بهار گذشته ایستاده است.